حواسم رو از این فاصله میدیم. میایم بالا. 1 2. بهتر که مثلا سرشونه هاتون کمک بگیرید. 1 دنبل میذاریم اینجا. 2 3 4 5 و این حرکت رو 4 ست 15 تایی انجامش میدیم. حرکت بعدی دوباره تو این حالتی یه پا بالاست. 1 2 تک پا. 3 اینو میتونید بدون دنبل انجام بدید. هر پا 8 تا. 1 2 3 هر پا 8 تا. 3 ست هم تکرارش میکنید. و اما حرکت بعدی روی زمین میشینید، پا میره رو پنجه، زانوها رو از هم دور میکنید و به این شکل مکس 1 2 3 4 5 4 ست 20 تایی این حرکت رو هم انجامش میدید. امیدوارم که جلسه 4 براتون مفید بوده باشه. خسته نباشید.